سلام و درود دوستان نهایت عزیز. با آرزوی تنصیحاتی و خانوادگی شما عزیزان، امروز میخواهیم کمی پیرامون اینکه خودشناسی از مهمترین معرفت و دانش هاست صحبت کرده باشیم. حضرت مولانا جلال الدین بلخی در کتاب عالم شمول خودشان مثنوی معنوی روی خودشناسی زیاد تاکید ها دارند. در یکی از پاره ها دفتر سوم گویا در جواب یک سؤاله که گویا کسی از مولانا میپرسد که آن کسانی که خوب علم دارند به قول یا که عالم هم هستند اما نسبت خودشناسی اینقدر علم ندارند و آگاهی ندارند، نظر شما در مورد آنها چیست؟ گویا کسی این سوال را از مولانا میکند و مولانا در چند بیت این را بسیار زیبا پاسخ میگویند. مثلا اینجا مولانا میگویند 100,000 فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. یعنی که آن انسانی که شما گفتید که علم داره، یعنی که 100,000 فصل داند، علمهای زیادی را میداند، علمهای زیادی را میداند اما جان خود را می نداند آن ظلوم. نسبتی جان خودش، نسبتی نفس خودش، نسبتی خیش شناخت ندارد آن ظلوم. اینجا وقتی که ظلوم میگویند به معنی ستمگر است. طبق این تعبیر در اصل کسی که نسبتی خود شناخت ندارد و نسبتی دیگر چه ها شناخت دارد گویا یک ظلم و ستم بر خودش روا دیده است، چون خودشناسی باید در درجه اول استد. حالا مثلا وقتی که ما به تعبیر میگوییم که آن کس که به زبان خود سخندان گردد دانستن 100 زبان آسان گردد، این یک قاعده زبان است که وقتی که زبان خود را انسان خوب دانست آن وقت میتواند دیگر زبان ها را به آسانی بیاموزد، چون پایه زبان خود، زبان مادری خود را او خوب میداند. خودشناسی هم عین همین است. وقتی که ما نسبت خودمون شناخت خوب داریم، چطوری که در سبت‌های قبلی گفتیم که این خودشناسی به ما این را می‌دهد که ما یک درکی درستی از مهارت‌های خود پیدا می‌کنیم، از آنچه که نقطه ضعف و قوت خود است پیدا می‌کنیم، آن وقت برای ما آموزش دیگر علم‌ها آسان می‌گردد. به این خاطر باید ما خودشناسی را از مهمترین و اولین درجه قرار دهیم. بعد در ادامه مولانا میگن که داند او خاصیت هر جوهر در بیان جوهر خود چون خره. این انسان میگه که خود را نشناخته و در پی دیگر علم ها شد، خاصیت تمام چیزها را میداند. این چی خاصیت دارد؟ فرضاً نمیدونم این الیمنت یا که این فرض کنم یگان متا یا که یگان چیزه، اما میگن خاصیت خود را نمیداند. در بیان خاصیت خودش وقتی میپرسی که تو انسان چی خاصیتی دارد، میگن که مثل تشبیه میزنن که مثل خر گویا که آگاه نیست در بیان خاصیت خودش، که همه داند یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. میگه همه چیز را میدونیم طبق علم فقهی، مثلا چی چیز جایز چی چیز جایز نیست، یعنی این حکم حرام را دارد یا که نه، همه چی را میداند علم فقه را، اما خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. تو خودت نمیدانی که جایز هستی یا عجوز. اینجا عجوز به معنی پیرزن هست، اما در اینجا حضرت مولانا میخواهند بگویند که تو جایز هستی یا که نسبتی کم قوت‌تر، یعنی قوتی تو در کجا هست و آن جای سستی تو کجا هست. این چیزها رو وقتی تو در خودت آگاه نباشی نمیتوانی که در زندگی اون طوری که باید خودت رو کسب کنی، اون طوری که مقامی که باید تو کسب کنی اون رو پیدا کرده نمیتوانی، چون برای این باید تو نسبت خودت خیلی آگاه باشی. این روا و ناروا دانی ولیک، تو روا یا ناروایی بین تو نیک. قیمتی هر کاله میدانی که چیست، قیمتی خود را ندانی ابلهی است. وقتی که تو میگن ارزشی تمام چیزها را میدانی، در بازار فرضاً فلان ماشین با فلان امکانات با فلان تجهیزات چقدر ارزش دارد، همه چی را میدانی، اما وقتی که ارزش خودت را ندانی میگن این ابلهی هست، چون تو همه این چیزها برای ما و شما خلق شدگی هستند.
ما نسبت همه چی آگاهی داشته باشیم، ارزش همه چی را دانیم، اما مهمترین چیز که در این زندگی اصل ما هستیم ارزش این را ندانیم، مولانا میگن این یک ابلهی هست، این یک احمقی است که ما از ارزش مهمترین چیزی زندگی که خودمون از آگاه نباشیم، این را میگن مورد قبول نیست. سعدها و نحسها دانسته ای، ننگری تو سعد یا ناشسته ای. حتی میدونی که ستاره سعد یعنی ستاره که اون خوب است، برای ما خوشبختی میآورد، کدام از ستاره نحس را میدونی، اما یک بار در وجود خودت نگاه نمیکنی که وجودی تو سعد است یا نحس. تو برای جامعه سعد هستی، خوشبختی میآوری، خوبی میآوری، منفعت میآوری، یا که نه نحس هستی و فقط بدی تو دارد به جامعه میرسد. تو این را هم میگن خوبتر نگرد. خوب این را کی انسان مثلا خوب درک میکند؟ چطوری که قبلا گفتیم ما باید نسبت خود پی بریم، چون انسان رو در دو جنبه خداوند آفرید، یکی مثلا جنبه روحانی، یکی جنبه جسمانی. اصلی ما انسان ها جنبه یا که همون قسمی روحی ما هست که مثلا همون چی رو ما میتوانیم در تمام این عالم هایی که قرار است، مثلا حالا این یک بحث مفصل است که انسان ها 7 عالم رو قرار است ما بگذاریم، از عالم زر شروع می شود تا آخرین عالم. حالا مثلا عالم چهارم و پنجم که هستیم ما، یعنی بطن مادر و این دنیا، ببینید در تمام این 7 عالم روحی ما سیر کرد، یعنی اصل همون روحی ما بود. این جسم ما تنها در بطن مادر و در این دنیا، یعنی در این دو عالم ما رو همراهی میکنند. وقتی که مثلا مرگ فرا میرسد ما این جسم رو رها میکنیم و روح ادامه راه رو میرود. پس اصل این روحی ما هست. حالا یک تمثیل بود که مثلا ما روی ماشین یک مسافر زده بودیم، وقتی که مثلا انسان این روح رو رها کند و فقط روی جسم پردازد که این عاقلانه نیست. پس کوشش کنیم مثلا روحی جسم رو هم نمیشود رها کرد، چون در این دنیا ما به جسم کاری نمیتوانیم کنیم. معنی این را دارد که هم روی روح کار کنیم و هم روی جسم خودمون، چون این دو مثل دو بال پرنده یکدیگر را کمک میکنند در زندگی. وقتی که ما به این آگاهی پیدا کردیم، به قول مولانا ما بدانستیم ما این تن نیم، اون وقت ما میفهمیم که ما اصلی ما این تن نبوده است، یعنی روح وجود دارد که اصلی ما آن است. ما بدانستیم ما این تن نیم، از ورای تن به یزدان میزیم، یعنی که ما ماورای تن همون روحی ما است، به واسطه آن ما مثلا زندگی میکنیم، اصلی ما آن است. ای خنک آن را که ذاتی خود شناخت، اندر امنی سرمدی قصر بسا. خوش به حالی آن کسی که خود را شناخت و در آن امن سرمدی، در آن وادی امن الهی میگن برای خود یک قصر بنا کرد. به واسطه چی؟ به واسطه خودشناسی. خوب این به قبل که اینجا چطوره که ما حالی گفته گذاشتیم، آن وقت به ما حاصل میگردد که ما این دو جنبه خود روحانی و جسمانی رو خوبتر درک کنیم. آن وقت ما میتوانیم از روی عقل هم روی جسمی خودمان کار کنیم و هم روی جنبه روحانی که متاسفانه امروز اکثرا روی جنبه روحانی که غذای آن همین علم است، همین معرفت است، همین معنویت است، ما آن را فراموش کرده ایم و کمتر نسبتی آن توجه میکنیم. به امید روزی که این دو قوه را ما برابر که نه، البته عادلانه برای روح هم غذای بیشتر تغذیه کنیم و برای این جسم ما هم که تا تواند در این زندگی میسیه خود را انجام دهد. خب تا ثبت ها و برنامه های بعدی دوستانم، خدایا رو مددگاری شما باشد. خیر عزیزان.